همین زمستانی وطن چقدر قشنگ آتی قدرت جان؟ ولی قشنگه هر فصل دو فصلش قشنگه. زمستان هم باید که بدون برف خوب شنیه این درست که برف باریده خیلی قشنگ معلوم میشه و زمستان جور کرد. بله زمستان جور کرد. زمین بلده زمستان برفه. این مول بیزار باشه و بی برف نه. دقیقاً. بله. دقیقاً. خوش شده من اون تمام جا یک دم بیخی سفید میزنه. این سال زمستان را کمک طولانی کرد. از او پیش از 24 و 25 جدی پیش برف نمبارید. این سال امروز 15 جدیه که برف باریده. وقتر باریده؟ آره، پیش باریده. زمستان را دراز کرده. سلام علیکم دوستای عزیز، وقتی کلگی بخیر باشه. آردیم قداتی قدرت جان موری طرف مسجد و حتما و در جاغوری ما لازمه که باز تکرار کنم و در جاغوری در اطراف در منطقه زمستان چون شروع بیکاری ها هست، مردم وابسته به زمین و زمین را برف میگیره، یخ میشه، کس کار نمیتنه دیگه. می که نان را خورد 12 بجه کلگی را میشه موره مسجد. و اگر روزی که برف بارید بخی آتی قدرت دلی گسبا موره، چای گسبا که خورد موره. آره دیگه کار نیستم بری که روز را ورم اینجا درود گفته بیاد. مطمئنی که درود میگه آتی قدرت؟ خواه بسیار خوبه، بسیار خوب است. خوب آتی قدرت درود میگه، ولی تعداد زیادی کسای دیگه هسته که غیبت مونه. در هر حال سعی کن دوستان مدیریت آب در روی سرک چقدر مهم است. اینی جریان ضعیف آب رو بگیرید، جمع مشمع در اینجاس وقتی موتر تیر شد ریگی روی سرک، خاکی روی سرک را تید و باد مونه در دو طرف و سرک غار میشه، دغمه میشه، از کار برو میشه بخی. حالا نی زمستانه به مو خاطر در جاغوری ای رواج دیگه هم هست که پس از فصل برف و باران یک آشار عمومی میشه و مردم سرک کار نه. اینا میگیرنید وقتی سرک آورو نداشته باشه این اتفاق میفته، کلیاونین جمع میشه و تید میشه رو بروی دو طرف سرک. مطل کد برادر عزیز. آردیش ما نرشیم یا منشیم جورا بخیرین. سلام علیکم آجی، خوبی جان جورا بخیری؟ آجی صاحب بای نخور از کجا خریده؟ از بازار. خود تو خریده؟ نه کس دیگه خرید. خانم بود یا آقا بود؟ خوبی جان جورا بخیر، سر خوب است. ما گفتم قداجی گفتم خب باجی باورش نشد. خب بگذاریم از این حرف. خب بله بخش موتور خریده از دوستش خریده، یعنی که بخش دلسوزیش داد. منظور خانمش هست. یعنی تو چرا نمیگی خانمش خریده؟ خانم دوست دختر چی میشه دیگه؟ کجا رفته دین؟ رفته بودی تکچرخ دیدو. در برف از این بیراه. آره اینگه هر چی را کلتا بود بیراه مرا مو از رام دی سیگر سرک. سیگر؟ همین جای تی رفته دی؟ رفته دی خود دیره. خب بسیار خوب بخیر برین دیگه. آجی خورزه و آقای معمار. چرا رختام شی؟ نه رختام نمیشم. خوبی؟ ما اصلا در کل رختاستم. جان تجاره؟ الحمدلله. بیبی خوب است؟ میگذره. شوا اتاق تو گرمه؟ آره بخیر. خب بسیار خوب. آره این بال مثلا چلمه ملمه که آتیش کنی گرم نباشه کی گرم میشه. تو میگفتی چلمه را آتیش کنی بوی نمیده، بسیار بوی میده بخاری. ما خودم مش کردم دیگه. در کجا؟ در یک جایی. چلمه که مثلا نامه مالاش که من بخرم اید بینم نه بوی میده. ما اگر چیز نخرم تام نخره اینی که بوی نمیده. تو چی رقم جدا کردی چلمه را؟ ما چلمه را بریش کردم. قد فریز؟ قد فریز، قد چیز، قد بی. دل چینایی. جریان اینجا. سیر چند سودانه؟
علی سودایی مثلا الان آدم چلمه سودا کنه میگه حرام مثلا چلمه گوسفو منظور چلمه گوسفو یک دوم دیگه در مقابلش آدم چوب بگیره آلاف بگیره مثلا خب رقمیش سودا کردی تو به خاطر که در مسجد مار میگفت سودا نم گفتم سودا منم اما پسام که اطلاعات گرفتم که از لحاظی چی شرعیشی درست نبود خب آره در عوضش آدم چوب بگیره یا مثلا یعنی که آلاف بگیره مشکل تشکر ما نان خوردیم مریم مسجد نه مایی جوار باشیم ما چای خورده بریم روزا مسجد بریم یا از طرف دیگه نمی‌بینی تعداد از موتوروانا مو انصاف ابتدایی رم نداره از بخدم تیر میشه بلی آدم لایتید منه از این بعد سرک چون لایت سرک شروع میشه به خاطر که این سرکی که این نقطه‌ای که من ایستاده هستم تا بازار سنگ ماشر که موره جوی بغلی نداره اما خود برفی روی سرک آو میشه از کنارهای سرک از تیپه میپه که برف آو شد اون مو لغزش که در مایه در بله سرک این می آو لای پیتاگه و خراب شدونی سرک است دیگه هنوز از این تونیسا هست در زمستان که میشه این رنگروخ از این موتورها پیدا میشه چون و در مورد سرکی که کارشی چند وقت پیش جریان داشت هنوز در منطقه از ما خلاص نشده باید بگیم که کاری جویچای بغلیش هم شروع شد اما نمیفهم به چی دلیلی متوقف شد و کار من سرک خامه اگر پلچک نداشته شه سرک خامه اگر جویای بغلی نداشته شه چیز کارم شد خورد این رقم چیزی که مینگیر نیده این حال امروز خود روی سرک آو شده فردا نوبت به برفای کناری سرک میرسه جوی کناری جوی بغلی اگر نباشه اون آو مایه رخنه نه جوی جرنده از نده بلی سرک چی رقم پیش بینین امسال برف زمستانی امسال؟ والا معلوم نیست دیگه از قراری قاطع ترجمان فقط 7 روز پیش از عید نوروز 3 روز بارندگیه گفتم اینایشی دو روز که مبارک یایش هم به داشت چیزی نه یا تراش به کلی ما خبر نبودم آره معلوم نیست باشه که خدا که زمستانش پر برف باید که مردم ها کم امیدواری داده میدن از این خوشحالی چاهای مردم که رضایش بیخی خوش اونا با خدا بگم اوه خیلی خراب نقطه است اینم اینجا که دوستا سایکن نو کار کده خاک انداخته چیز کار کده این میناره من خبر این زمین آخون گیله گیلا رو کاور کده این دیگه دور به حد لیشیده که یه خط بود اصلا گشته نمیشه بیا بود فتو نبوده
وعلیکم سلام. این سرک که جوی نداشته شد دوستا، این تو میشه بیمعنا میشه بخی. این منطقه قریب و شنده رو آوارم شده. اون دو والی قریب سر مردم هم بخدا جر هستن. آته قدرت جان، فاجعه. بله دوستان، بسیار لای است، رفته بسیار مشکله. ما باید وشیم سن پیش پایم باشه تا پایم گور نره در یک لایک اینجا ورده. در هر حال برف با تمامی چیزهای خیلی قشنگ و خواستنی است و اینی بود از این گپ و وضعیت سرک. وقتی همگی خوش. خداحافظ دوستای عزیزم. جوی؟ آره